مونیور، سوپرمن که تو کال آف دیوتیه و سپربورگ که سرعیده دستشه. آی 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 یا 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 نخور دیوار نخور. به حال مانیور سوپرمن است. ما با خوشحال خودم که از این دیوانم رو بچه بخوام یاد بهت. ای بابا اول کلاس تارزان میزنیم بعد فلش بنگ به همچین باگی تبدیل میشه. آره سختی بدبختی. آره شاید یاد گرفته باشه. خوش به حال من. تازه بچه دست نباید به گام بخوره، دست نباید به انمی بخوره، دست باید به هیچی نخوره و باید خالی خالی باشه. مثل این که الان آره دیگه. حالا دوباره بهتون نشون بدم. ای خدا بچه توی تمرین من تستش میکنم، شما برین توی بازی بتل رویال تستش کنیم. شما دوست داشتین تو تمرینات هم تستش کنیم، حداقل یکم نمیکشه نمیه کسافت. ای خدا. بله بچه حرکت این خیلی سخته، خیلی. مثلا میخوای همچین کاری یه بار انجام بدی غیر ممکنه. من مثلا همین الان این انجام دادم. یا دیدین که فلش بنگ زدی اشتباهی بعد خدا نکرد دست به کلاس باشه یا اینطوری میشه اشتباه خراب. آره دیگه بعد تو تمرینات فکر کنم باید تستش کنین، چون اینجوری حداقل خلوت‌تره و اینمی کسافت نمیرن توش. بعد تازه این نکته بچه بعد یه انمی بزنین فقط یا بات، همین تو باتی که وایساده. تنظیماتش هم اینه و اینو باید بزنین نو. آره دیگه فقط یه دونه بات، چون اگه چند تا بات بیاری بات هم که بخوره کل زحمت به هدر میده. آره حتی بپری هم به چوس میده. بس من یه بار دیگه ای بابا اینم خوک بابا جزمن خدایم چه بدبختی بچه با بدبختی میشه اینو درست کردی. یعنی باید با چند تا زحمت باید بیا اینو درست کنی، خیلی سخته. آره امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تو ویدیو دیگر بای بای.